در تاجیکستان هنوز هم پیمان‌های شفاهی رایج است. ما هم دیگه دهنکی همون قبول کردیم. عمر علی می‌داند که این گونه داد و گرفت چرا دردسر می‌شود. ما اویلک ما گرفتن نتونستیم. دهنکی وعده کرد. انا یک نیم سال به اویلک همودا خدمت کردیم، کار کردیم. چوپان است میگوید با کارفرمایش تمام حساب و کتابشان شفاهی بود. مالهای زنده و مرده را میسپردند و حجت نمیکردند. بیسوادی ما را فهمیدم ترک وعده میتن ما آدم بیسواد هر گبده میروه. عمر علی عاقبت با گناه اسرافکاری 2 سال زندان شد. مصلحت‌های دهانی او را به جای نرساند. عمر علی میگوید فقط او از مصلحت‌های شفاهی ضرر ندیده است. قریب 75-80% ده مرده جبر دیدش نموندگیان. ظفر خالف ادعا میکند با وعده پرداخت جبران از سود مضمون دعوا را دیگر کرد و فریب خورد. دهنکی گفتن یکم زبان خود یکم مریضا ننشون فهم کردن دیگه ندادن سومونا تو وزیر هم خیلی معلق موندگی همی کارمون. اکرم عبداللهیف میگوید 9 سال باز اذیت وعده های کرده مقامات را میکشد. سال 2010 در دهه چرمگری پایان کلاب خانه‌اش را سیل برد. او میگوید حکومت شهر وعده زمین و خانه داد و خاموش ماند. وعده میکنن و خیلی 2 سال بعد 3 سال بعد میره شهر دلیلش میکنن میگریزن میرون دیگه من هیچ چه نمیفهمم. ساکنان میگویند از باوریشان سوء استفاده می شود. آنها ندانسته به پیمان و وعده های باور میکنند که عاقبت به زندگیشان تأثیری بد میرساند.